ولی یک نوار از ایزدامون در فیسبوک روان شد و همون زمان نوشته شده بود که همین رو حتما تماشا کنید. خب تماشا کردم. یکم باروتی وقتی گوش کردم برایم عجیب نموده. اون چیزی که ایزدامون میگفت این برای اکنون عقل من درست نمی اومد. همون نوار رو هرچند خواستم همین زمان حالا پیدا کرده پیشنهاد کنم، ولی در صفحه فیسبوکی ایزدامون دیگر نیست. از یک صحبت دیگرش یک پاره است، بیاید همین رو گوش کنید، بعدا صحبت رو ادامه میدیم. من در فیسبوک هم گفتم که ایرا پرانه، این برای خودش چی اجازت میدهد که برای رئیس جمهور به جناب عالی مراجعت میکند؟ این کی است این خودش؟ حق نداره این کار انجام تی. بعد کمی وقتی ملاحظه کردم، خب معنی گپ‌های ایزدامون رو اکنون به درستی درک کردم، ولی متاسفانه نه همه مردم ما این خیل قابلیت زود درک کردن رو دارند و بسیاری ها دیگر خیل فهمیدند، دیگر خیل درک کردن که در واقع ایزدامون گفته است که این رو برده پرونید و فلان و بهمدون اینا. و اتفاقا همین خیل هم شد که بعد از چند ساعت خودی ایزدامون در صفحه مسنجر زنگ زد و دیدم ایزدامون نوشتگی و خواستم از صدای خودشون بشنوم که من زنگ نزدم، خودشون زنگ زدن که چی در نظر داشتن. خوب زنگ زدن، پرسپاس کردن، برادروار که از قضیهتون آگاه شدم، دادر خیر اکنون حالتون چی است، اون کمک لازم است، اگر کمک حقوقی است و یا خود اون کمک مالیوی. گفتم الحمدلله شکر خداوند، نیاز به یگون چیز ندارم و همین چیزی که نوارتون رو تماشا کردم فلان. بعد گفت که همین خیلی من مقصدم دیگر است، اون اکنون نفهمیدن. خب از همون یک زنگ کوتاه زنگ صحبت کردیم، خب خداحافظی کردم. بعد چند بار دیگر زنگ زد در برابر این وقتی کسانی که میگفتن که ایزدامون فلان میگفتن ایزدامون زنگ، باز با من هشدار میدادن که هر گپ رو به هر کسی نباشد نگوی 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 نگوی، چون کار خوب نیست. این برادران با خاص دوستانی دیگر داریم، التماس که مردم میتوانند یک سخن اندکی رو باز توصیه دیان، باز همون گپی پیشینه که فلان است و بهمدان است. ولی من گرچند خودداری میکردم از گفتن جزئیات بعضی حادثه و واقعه، ولی در مجموع به طور یک چی گویم عمومی کرده گفته صحبت میکردیم. از صحبت این برادر من یک چیز رو درک کردم که او دل صاف دارد، بی‌غرضانه یک کسی که نمیشناسی. این سنت جناب رسول الله است. وقتی که میشنوید که یک برادرتون مریض است و ناتاب است و ناتوان است و یا در یک مصیبتی است، شما باید همچون یک مسلمان، همچون یک برادری مسلمان از حال او باخبر شوید. مثلا ایزدامون هم میتوانید از حال من نپرسد، از همونجا یک دو سه گپ میگفت چون در خارج است، میگفت یا فلان بهمت تمام، ولی ننگ و ناموس داشت مردک و دارد که از حال یک هموطن، از حال یک مردی در یک مصیبت قرار داشته پرسید. و امروز من درک میکنم و حق حلالش میدانم برای این برادر که برایش بگویم خداوند در این یک دردی که داری برای دوای عاجل نصیب گرداند. اکنون بعدم باز یک نوار دیگرش را در شبکه‌های اجتماعی تماشا کردم. این روز کسی باز روان کرد این را، من از سری جهل دیگر ندونستم چیکار کنم، پاره از اون گرفتم و بگم من فراموش نکردم، من هر یک نواری که چی خوب گفتید چی بد گفتید با یاد دارم الحمدلله، ولی هر چیز وقت و ساعت خود را دارد. این نوارهایی که از یک برآمد ایزدامون وابسته به من بود یک جای کمی تماشا میکنه، باز بس و بعد را ادامه میدیم. ببینید دوستان، ژورنالیست ثابت نمیشه. ژورنالیست در جایی که از ژورنالیست است و اون روسا اگونیه میگنده، اون مهر و محبت ژورنالیستی که در قلبش هست در همه جا جوش میزنه. ژورنالیست ثابت نیست و چونانی که شما دیدید این دوستی ما عبدالستار پیر محمدزاده وقتی که حقوقش پایمال می شود که البته حقوقی 9 میلیون پایمال شدگی است، همین ژورنالیست تاکید کرده است که مردم نامی خوردن ندارن، جای کار ندارن، مرزا بسته شدن. این مردم باید که چی
زندگیشو پیش برد. خب نمیتونه از گرسنگی میره. درست گفت که من دزد نیستم، دزدی کرده نمیتونم، آدم کش نیستم، آدم کشته نمیتونم، رنگ شما حرام خورده نمیتونم، حرام خورا قدیر آدمی است. 580 سامان این مردم از کجا میآورد؟ اینا برای همین چشماتون باز کنید، بیرون نگاه کنید، از اون خواب و خیالاتون بیرون بیاد. به خدا قسم جانی مردم در همین جا آمدگی است. یه نفر بیچاره 18 سال در کمیته رادیو و تلویزیون کار کردگی، 5 سال البته یونیورسیته خوانده است که من وطن و کشور ما آباد کنم جای نروم. 18 سال کار کرده است. بعد از 18 سال کدام کلخره در رادیو تلویزیون او را چی بیرون میکنن، او مجبور میشود که مسافر کشد. بعد یک بوگین کثیف او را من میکند 580 سامان. ای برادرو، میبینید یک خدا هست در دنیا، او از بالا ما را نظارت کردیسه است. تو کثیفی بوگین وقتی که 580 سامان او را اشتراک و جریمه میکنی، فکر نمیکنی که خب اونم زن و فرزند داره و بیگه باید که 2 نون برد که حالا از گرسنگی نمیرن. حالا من نمیگم باید او تپک خرد، سرگین خرد، هیزم خرد که از خنوکی نمیرد، نه از گرسنگی نمیرد. آخه من با این ژورنالیست صحبت داشتم، اونا البته که دعوت کردن، ولی خدا را شکر که برده 10 سال ترمش نکردی. امکان داشت 10 سال ترمش کردن. که برای چی تو گفتی که یا مراجعت کردی به اساسگزار صلح و وحدت یا به رستم امامعلی مراجعت کردی؟ من در فیسبوک هم گفتم که ایرا پرانه، این برای خودش چی اجازت میدهد که برای رئیس جمهور به جناب عالی مراجعت میکند؟ این کی هستی خودش؟ حق نداره این کار انجام تی به جناب عالی مراجعت کنی. دعوتش کردن همین گپا گفتی. حالا خدا را شکر که 10 سال ترمش نکردن، ولی معلوم نیست و اوستا تیخه تو گلام دیل باز بجداد میکنن، حالا با یه روز با بنده میپرتن. حالا نگاه کنید اون این ژورنالیستی که حالا شما دم برآوردید گفته روزش پیش است، حالا مردم آسوده شوند با این با فریاد کردن میگیرن. البته یک چیز در بالای سرش میزنن، یا سلفیش میگن، یا نمیدونم حنفیش میگن، یا تحریریش میگن. حالا اخوانی ماده شده دیگه است. اخوانیش گفته برده معلما را همه را اخوان گفته برده محکم کرد. همین هم یک گپی میزنن. خدا نگهبانش باشه برادر. خوب فیکوی محترم، آخرین جمله های ایزدمان رو در آن برآمدشان گوش کردید. گمانتون که من درک نمیکردم این همه را، من نمیدونستم. گمانتون این همه کرده من یک از ترس بود. دیگر بار دیگر تکرار میکنم، قدر الهی بر سر هر یک ما و شما هرچی که هست قایم است. از آن گریز ندارید. چیزی که خداوند آورد کسی او را برگردانیده نمیتواند. پس بس کنید ترسیدن را، بس کنید با نقاب صحبت کردن را، بس کنید از پشت کامراهای تلفن و کامپیوتر صحبت کردن را. بزرگان دعای نیک میکردن که خداوند اگر دشمنم دادی، دشمنی مردم بده. اگر مرا به ورطه گرفتار کردن میخواستید، من باز یک دسته دیگر بر دستتان. قناعتمند شدید؟ هر کاری که از دستتان میآید بکنید. تن من تقدیر حق. ولی فراموش نکنید این شبکه مجازی که شما میگوید که در آن دلخواه ناماندن و به صورت و بصورت برآمد کردن فرق ندارد، نامعقول کردید. محض در آن همین گونه شبکه‌های اجتماعی آینده ما و شما و فرزندان ما و شما مطرح می شود. ما بیداری ملت را توسط شبکه‌های اجتماعی احساس کرده ایستاده ایم. بعد از چندین 10 ساله ها 100 ساله ها اگر همین یک میگن شبکه‌های اجتماعی یک مزار بزرگی رو میماند که بعد از مردن انسان هم نوشته های او نوارهای او ثبت نشوند، اولاد و نبیره و عبیره و کبیره شما چی میگوید؟ او یک فلان فیک بابای من بود، فلان یک اغواگر بود مامای من. خدا برای هر یک ما و شما توفیق بندگی عطا فرماید و در حمایت از حقوقهای خودمان باز هم
خداوند ما و شما را به راه صراط المستقیم، راه راست هدایت کند.